با سلام و درود به شما دوستان عزیز، خوش آمدید به درس 64 لکسیون 64. باز هم با یک درس دیگه از سری درس‌های آلمانی به فارسی .net با شما این با یک موضوع جدید. خب این درس رو اختصاص دادیم به یک گفتگوی بین دکتر و بیمار. درسی رو قبلا راجع به گرفتن وقت دکتر یا ترمین گرفتن داشتیم. بنا به درخواست بسیاری از دوستان تصمیم گرفتیم که این درس رو هم در واقع به این موضوع اختصاص بدیم. در ارز. خب قبلا یاد گرفتیم که دکتر میشد ارز، آرتیکلش در ارز. ارکلتونگ میشه سرماخوردگی، آرتیکلش دی ارکلتونگ. شمرتسن میشه درد، آرتیکلش دی شمرتسن. فیبر آرتیکلش دس فیبر میشه تب. هالز در هالز، هالز میشه گلو. کپف میشه سر، در کپف. اوه میشه گوش، دس اوه. خب بگید که من باید برم دکتر. Ich muss zum Arzt gehen. من باید برم دکتر. سوم در واقع مخفف سودم هستش، هر کدومو بگید درسته، ولی بیشتر در واقع از این فرم استفاده میشه چون ساده تر و کوتاه‌تر در واقع متنش. سوم یا سودم هر کدومو بگید درسته. در ارز یا در واقع دی ارتستین. دکتر مرد میشه در ارز و دکتر خانوم میشه دی ارتستین. در هاوس ارز یعنی دکتر عمومی، دکتر خانواده. هاوس ارز در واقع دکتری هستش که شما ابتدا باید به این دکتر مراجعه بکنید، بعد این دکتر تشخیص میده که شما باید به پزشک متخصص مراجعه کنید یا در واقع مریضیتون خیلی حاد نیست، یعنی خیلی چیز مهمی نیست. این دکتر میتونه در واقع تشخیص بده که شما میتونید به دکتر متخصص مراجعه بکنید یا خیر. در سان ارز دندون پزشک. در آوگن ارز چشم پزشک، دکتر چشم. در هاوت ارز دکتر پوست، هاوت میشه پوست. در فراون ارز دکتر زنان، البته میتونه در واقع جای این ارز ارتستین بیاریم و آرتیکلش رو در واقع دی بذاریم. بایم ارز یعنی پیش دکتر یا بای دم ارز، مثل سوم که سودم بود. بایدم یا بایم هر کدوم بگید درسته، ولی معمولا بایم میگن. به این معناست که شما قبلا ترمین رو گرفتین، رفتید توی در واقع اتاق انتظار نشستی تا نوبتتون شده، الان نوبتتون رسیده رفتید پیش دکتر، الان پیش دکترید. بایم ارز. خب به دکتر سلام میکنید، مثلا اسم دکتر کونیش هستش. هلو گوتن تاگ هر دکتر کونیش. سلام، روز بخیر آقای دکتر کونی. فرض کنید که این دکتر کونیش یه خانوم هستش. هلو گوتن تاگ فقط دکتر کونیش. سلام، روز بخیر خانم دکتر کونیک. خب دکتر به شما میگه که هلو واس کان ایش فور زی تون. سلام، من چه کار میتونم برای شما انجام بدم؟ خب دکتر این رو میگه. یا ممکنه که بگه مثلا واس فیرت سی سو میر، چی شما رو هدایت کرده مثلا به مطب من. یا ساده تر بگم چی باعث شده که شما در واقع بیاید پیش من، چی شما رو به اینجا کشونده. فیرت از فوقن میاد که در واقع به معنی هدایت کردن هستش، ولی اینجا میتونه این معنی رو بده که چی باعث شده که مثلا بیاید پیش من، چی شما رو به اینجا کشونده، چی شما رو هدایت کرده مثلا به مطب من.
خب فرض کنید که به دکتر میخواید بگید که من سرفه میکنم. Ich habe Husten. Husten میشه سرفه کردن. من سرفه میکنم. Ich habe Probleme beim Atmen. Atmen میشه تنفس. من در واقع مشکل تنفسی دارم. یا مثلا میخواید بگید که من سرما خوردم. Ich bin erkältet. من سرما خوردم. یا مثلا میتونید به این شکل هم بگید Ich habe eine Erkältung. من یه سرماخوردگی دارم مثلا. Ich habe seit 3 Tagen Fieber. من از 3 روز به این طرف تب دارم. یا مثلا میخواید بگید که من یک سردرد خیلی قوی دارم، یک سردرد خیلی شدید دارم. خب توی آلمانی بهش میگن قوی، مثلا اشتارک میشه قوی، نمیگن شدید، میگن یک سردرد خیلی قوی دارم. Ich habe starke Kopfschmerzen. من یک سردرد قوی دارم. یک سردرد به فارسی مثلا ما میگیم یک سردرد شدید دارم، ولی آلمانی‌ها میگن یک سردرد قوی دارم. یا مثلا میخواید بگید که شکم دردم. Ich habe Bauchschmerzen. من شکم دردم. مثلا میخواید بگید که من گوش درد دارم. Ich habe Ohrenschmerzen. من گوش دردم یا گوش درد دارم. مثلا فرض کنید که پیش دکتر دندون پزشکی. برای رفتن به دکتر دندون پزشک نیازی نیست که شما اول برید پیش هاوس ارتس. میتونید مستقیم برید پیش در واقع دندون پزشک. Ich habe Zahnschmerzen. من سان میشه دندون، جمعش میشه سنه، دی سنه. فرض کنید که پیش دندون پزشک هستید. یا مثلا فرض کنید که پیش چشم پزشک هستید، دکتر چشم. Ich habe Augenschmerzen. یا به این شکل مثلا میخواید بگید Ich sehe schlecht. یعنی که بینایی خوب نیست، بد میبینم، خوب نمیبینم همه چیز رو. خب فرض کنید که اون قضیه مثلا دکتر مال دیروز بود، الان یه روز گذشته. به کسی میخواید بگید که مثلا من پیش دکتر بودم. Ich war beim Arzt. من پیش دکتر بودم. یا bei dem Arzt. مثلا میخواید بگید که من دیروز مجبور بودم برم دکتر یا باید میرفتم دکتر. Gestern musste ich zum Arzt gehen. دیروز مجبور بودم برم دکتر یا باید میرفتم دکتر. وقتی موس میاد یعنی که باید میرفتم، یعنی اجبار بود، یعنی دل بخواه نبود که من برم یا نرم، یعنی باید میرفتم، حالم بد بود. خب حالا بگید که من دیروز رفتم دکتر. Gestern bin ich zum Arzt gegangen. دیروز من رفتم پیش دکتر. یا مثلا بگید که من دیروز پیش دکتر در واقع چشم بودم، پیش چشم پزشک بودم. Gestern war ich beim Augenarzt. دیروز من در واقع پیش چشم پزشک بودم. بگید که من فردا پیش دندون پزشک خواهم رفت. Morgen werde ich zum Zahnarzt gehen. فردا من در واقع پیش دندون پزشک خواهم رفت. ولی توی زبان روزمره دیگه همونطور که قبلا عرض کردم، به جای مثلا ورده، به جای مثلا فوتور، از همون زمان حال استفاده میکنن، از پرزنت استفاده میکنن. Morgen gehe ich zum Zahnarzt. مثلا توی فارسی هم داریم دیگه، قرار باشه برید فردا پیش دکتر، دیگه نمیگید من فردا پیش دکتر خواهم رفت، میگید من فردا میرم پیش دکتر. توی زبان آلمانی هم توی زبان روزمره به همین شکله. ولی اگر میخواید 100% درست باشه باید با ورده بیاد، مثلا با فعل وردن. Morgen werde ich zum Zahnarzt gehen. فردا من پیش دندون پزشک خواهم رفت. خب دوستان عزیز، درس 64 هم به این ترتیب به پایان میرسه. امیدوارم که مفید بوده باشه و بهتون کمک بکنه.
و برای درس‌های بیشتر میتونید با زدن دکمه سابسکرایب در کانال یوتیوب ما عضو بشید. ویدیو رو با دوستانتون شیر کنید، لایک کنید، نظراتتون رو برای ما بفرستید. و در پایان این ویدیو در واقع توی درس قبلی یه اشتباهی کوچیک نوشتاری پیش اومده بود که من می‌خواستم به اون اشاره بکنم. خب یه اشتباهی این بود که اینجا در واقع دویچ باید بزرگ نوشته میشد حرف اولش، که بالاخره این یه اشتباهی که اشتباهی منه، اشتباه نوشتاریه. یه اشتباهی دیگه هم اینجا پیش اومده بود، پونکتلیش، این باید کوچیک نوشته میشد، برعکس اون باید بزرگ نوشته میشد و این کوچیک. و امیدوارم که منو ببخشید. و دیروز چون برای لغتنامه یک درسی رو آماده کردم، واقعا ساعتها زمان برد، چون درس‌های لغتنامه واقعا خیلی کار دارن، یعنی ساعتها باید بشینم این تصاویر رو، متن رو و همه اینا رو در واقع درست بکنم. به همین دلیل بالاخره خیلی دقت نکردم، البته سلنگاری بوده، امیدوارم که ببخشید. تا یک درس دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. هر جایی که هستید موفق باشید. خداحافظ. چیس.